من اکنون باور کنی آخران سالا همه ایپشتی زندگی شده باشه کتاب خونی هم یادم برو شد و اکنون چکه گویم اکنون زندگی همین اکی همین مهنت میکنی که وقت توغریشا بگم من خدا را شکر هر روز کتاب میخونم اگه جامعیت اگر حیات بگویی که برای پیشرفتش همه وقت علم و دانش لازمه به علم و دانش یگان قدم زدن حتی امکانیت هم نداره دانشی روشنی است تاریکی یگان چیز دیده нельзя پیشرفت هم نمیشه. Я думаю, очень хорошо. Это очень хорошее как мероприятие, или как сказать, это вообще это правильно. Немало книг прочитала всяких. И сейчас читаю. Очень нужно читать. В телефоне это не то. Я так думаю, молодежь, что она читает как в телефоне, наверное. چی گفتم وات بخشش آمد خودم فاکولته تاریخ و حقوق بود که دیگه میدونم خیلی چیزا کنشت فایده داره برای نسل نورس خوبه با می کتابای تاجیک مثلا کتاب تاجیکان هم بخونم اکنون ما امروز گپ در نوحه 12 سنوی بالجون مثلا هم کتابای هم توصیف که 8 تا وقتی ماده خودی نفقه مثلا وای پوچم وای اندیوال مثلا هم نفقه را میگیریم شروع هم بخونیم و میکنیم زندگی کتاب خیلی که همه نویرو میخونن بچه‌ها میخونن مثلا تمام کتابی که جناب ولی پیشنهاد کرد میخونن مثلا ما چشممون قند نمیذاره راست گپ با کتاب بازی مثلا اینجوری که مثلا میخونن نویرو میخونن مثلا حالا حقیقتا فایده داره تو با سلامتی با آدم مثلا با شناختی با همه چی همه با سواد میکنه آدم هم مثلا وای میکنه برای همین جوانان با پیشرفت تاجیکستان میشود با یکدیگر فهمی میشود مقصد که خواندن سواد گرفتن علم گرفتن این با عقل ترین انسان بعد میشود در جامعه مثال با یگان کارهای غیر دست نمیزنن جوانان این پیشروی در من وقتی کتاب خوندیم خیلی کتابای بیشتر مثال گذشتگوی تاریخی قدیم خوندیم سال وقتی که ما بودیم مثال که با نصیحت میکنیم نویرا را برای بچه‌ها را برای درست برای خوب روان مقصد ما همین است که پیشرفت تاجیکستان بشه گپای خوب زنن یگان رفتاری بد به هر گروه‌های چی خوش نه یگان فکر ندارم